تحت تاثیر قرار می‌دهند. تمام این عوامل به گونه‌ای هستند که بر لبه تیغ قرار دارند و تنظیم مناسب آنچنان است که اگر در این پارامترها و نسبت‌ها اندکی دگرگونی پدید آید، زندگی را بر روی کره زمین غیر ممکن می‌سازد. اتفاقی بودن هر یک از این موارد باور نکردنی است. به نظر می‌رسد که همه چیز به خوبی طراحی و تضمین شده و سر جای خود قرار گرفته است، فقط برای ما. وقتی به واقعیت این امر پی ببرید که هیچ کدام از این وقایع اتفاقی نیست و تنظیم عامل‌های میکروسکوپیک در اطراف زمین و بر روی زمین به بهترین نظم و هماهنگی برای حمایت ماست، آنگاه در خواهید یافت و حس قدرشناسی شدیدی برای زندگی شما را فرا خواهد گرفت، زیرا می‌فهمید که تمامی این کارها برای پایداری شما انجام گرفته است. هوای دلپذیری که شما تنفس می‌کنید یک اتفاق و یا یک پیش‌فرض طبیعت نیست. وقتی به کثرت وقایعی بیاندیشید که در طبیعت اتفاق می‌افتد تا ما برای تنفسمان هوا داشته باشیم و یک نفس عمیق بگیریم، آنگاه از اهمیت تنفس و هوایی که نفس می‌کشید آگاهی خواهید یافت. ما پی در پی در حال تنفس هستیم و هوا را به درون ریه‌ها و بدنمان می‌بریم و فکر نمی‌کنیم که همیشه هوایی برای تنفس وجود دارد. اکسیژن یکی از فراوان‌ترین عناصر موجود در بدن ماست و تنفس هوا را به تمام سلول‌های موجود در بدنمان می‌رساند تا بتوانیم به زندگی ادامه دهیم. هوا ارزشمندترین هدیه در زندگی ماست، چرا که بدون آن هیچ یک از ما بیش از چند دقیقه دوام نخواهیم آورد. هنگامی که نخستین بار استفاده از نیروی قدرشناسی را آغاز کردم، آن را برای بسیاری از خواسته‌های شخصیم به کار بستم و از آن بهره بردم. ولی زمانی نیروی نهایی قدرشناسی را تجربه کردم که برای هدیه واقعی زندگی قدرشناسی کردم. هرچقدر بیشتر برای غروب خورشید، سرسبزی یک درخت، اقیانوس، شبنم نشسته روی علف‌ها، زندگیم و افرادی که در آن هستند قدرشناسی کردم، دور و اطرافم با چیزهایی پر می شد که همیشه رویاشان را در سر می پروراندم. حالا می فهمم که چرا این اتفاق رخ داد. وقتی می توانیم برای هدایای ارزشمند زندگی و طبیعت نظیر هوای پاکیزه‌ای که تنفس می کنیم قدرشناس باشیم، در حقیقت به عمیق‌ترین ارزش‌های ممکن قدرشناسی دست یافته ایم و هر کس که به ژرفای قدرشناسی برسد به فراوانی مطلق دست خواهد یافت. امروز اندکی شکیبایی به خرج دهید و به هوای ارزشمندی بیاندیشید که تنفس می کنید. 5 نفس عمیق بکشید و ورود جریان هوا را به درون بینیتان احساس کنید. لذت بازدم آن را احساس کنید. امروز در 5 زمان مختلف 5 نفس عمیق بکشید و جمله برای هوایی که تنفس می کنم سپاسگزارم را بگویید و خالصانه برای هوای ارزشمند و زندگی بخشی که با هر نفس به ششهاتان فرو می دهید قدرشناسی کنید. توصیه می شود که این کار را در محیط آزاد انجام دهید تا بتوانید به اهمیت هوای تازه‌ای که تنفس می کنید پی ببرید و برای آن شکرگزار شوید. ولی اگر این کار برایتان مقدور نیست، آن را در محیط بسته و یا اتاق نیز می توانید انجام دهید. همچنین می توانید وقتی نفس می کشید چشمانتان را ببندید و یا می توانید این کار را با چشمان باز انجام دهید. انجام این کار را می توان در هر زمانی، در حال قدم زدن، ایستادن در صف، خرید کردن و یا در هر زمان و یا مکان دیگر انجام داد. مهم این است که به وضوح جریان هوا را به درون و بیرون بدنتان احساس کنید. این عمل را درست همانگونه انجام دهید که همیشه تنفس می کنید، چرا که این تمرین مشخصاً برای شیوه تنفس شما نیست، بلکه برای قدرشناسیتان به خاطر هوایی است که نفس می کشید. اگر نفس عمیق‌تر به شما حس قدرشناسی بیشتری می دهد، خب این کار را بکنید.
اگر خارج کردن هوا با صدا و گفتن سپاسگزارم به صورت ذهنی در زمان بازدم به شما حس قدرشناسی بیشتری می‌بخشد، خب این کار را انجام دهید. در آموزه‌های کهن گفته شده است وقتی انسان به جایی می‌رسد که برای هوایی که تنفس می‌کند از ژرفای وجود شکرگزاری می‌کند، قدرشناسیشان به چنان درجه جدیدی از قدرت می‌رسد که آنها را به کیمیاگری تبدیل می‌کند که بدون تلاش می‌تواند هر بخشی از زندگیشان را به طلا تبدیل کند. تمرین شماره 23. هوای دلپذیری که تنفس می‌کنید. شماره 1. موهبت‌های خود را بشمارید. لیستی از 10 موهبتتان تهیه کنید و بنویسید که چرا برای داشتن آنها سپاسگزارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان هر مورد کلمه سپاسگزارم را 3 بار بگویید و تا آنجا که می توانید برای موهبت‌هایی که دارید قدرشناس باشید. شماره 2. امروز 5 بار اندکی توقف کنید و به هوای باشکوهی بیاندیشید که تنفس می کنید. 5 نفس عمیق بکشید و حرکت جریان هوا را به درون ریه‌هاتان و لذت بیرون دادن آن را احساس کنید. شماره 3. پس از آن که 5 بار نفس کشیدید، این کلمات را بگویید: برای هوایی که تنفس می کنم سپاسگزارم. تا آنجا که می توانید برای هوای گرانبها و زندگی بخشی که تنفس می کنید احساس قدرشناسی کنید. شماره 4. پیش از آن که بخوابید افکارتان را متمرکز کنید و واژه سپاسگزارم را برای بهترین اتفاقی که در روز برای شما رخ داده بر زبان آورید.